فکر کنی یه روز صبح بیدار شی گوشی تو برداری و ببینی اینترنت نیست، نه واتساپ، نه اینستا، نه یوتیوب، نه گوگل، هیچی. یعنی رسما برمیگردیم به عصر حجر. حالا بریم ببینیم اگه واقعا اینترنت 24 ساعت قطع بشه چه بلاهایی سر دنیا میاد. اول از همه مردم میان چک کنن گوشیشون خرابه یا مشکل از اینترنته. مدام گوشیشون رو خاموش و روشن میکنن ولی هیچ فایده ای نداره. بعضیا گوشیشون رو میندازن اونور چون واقعا نمیدونن با زندگی چی کار کنن. اونایی هم که تازه بیدار شدن فکر میکنن مشکل از وایفای خونه‌شونه، ولی وقتی میبینن سیم کارت هم قطعه تازه وحشت میکنن. مردم هنوز باورشون نمیشه مغازه‌دارا نمیتونن کارت خوان استفاده کنن. بانک ها قفل میکنن و بیزنس های آنلاین عملاً فلج میشن. تریدرهای ارز دیجیتال بدبخت شدیم. بیت کوین هم چی شد؟ یوتیوبرها وایسا ببینم من الان چطوری پول در بیارم. بچه ها مامان چرا نمیتونم کارتون ببینم؟ گیمرها پس چطوری آنلاین بازی کنم؟ توی این شرایط یه سری هکر خفن که همیشه منتظر همچین فرصتی هستن حمله میکنن به شبکه‌های آفلاین و اطلاعات بانکی و دولتی رو کش میرن. ممکنه سیستم‌های برق، آب و امنیتی هم دچار مشکل بشه. حالا دولت‌ها شروع میکنن با یه سیستم اضطراری کار کنن، ولی تا راه بیفته کلی مشکل ایجاد میشه. اون موقع است که مردم تازه میفهمن دنیا بدون اینترنت چه خبره. بعضیا از شوک در اومدن و میگن بریم بیرون ببینیم هوا چه شکلیه. خانواده ها مجبور میشن واقعی تر با هم حرف بزنن. کلی آدم برمیگردن سراغ کتاب خوندن، بازی های قدیمی و حتی نوشتن نامه. یه عده هنوز دارن مدام گوشیشون رو خاموش و روشن میکنن بلکه یه معجزه بشه. فروشگاه‌های آنلاین، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، همه چیز قفل شده. بازار بورس سقوط میکنه، پول‌های دیجیتال از بین میره و کلی آدم پولشون رو از دست میدن. تاکسی‌های اینترنتی تعطیل میشن، راننده‌ها حیرونن، مردم نمیدونن چطوری جایی برن. بعضیا به روش قدیمی برمیگردن و میگن بابا تاکسی در بست میگیریم. کارهای روزمره مثل بانکداری آنلاین و خرید اینترنتی متوقف میشه. همه چیز از نو تنظیم میشه. اداره‌ها، کسب و کارها، حتی مدارس هم مجبور به تغییر شیوه‌های ارتباطی میشن. آدم‌ها شروع به استفاده از روش‌های سنتی مثل خرید حضوری میکنن. یه حس عجیب از همبستگی در جامعه ایجاد میشه چون همه مجبور میشن دوباره به شیوه‌های قدیمی متکی باشن. شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی از بحران آسیب می‌بینن. معاملات آنلاین در حال توقفه. فروشگاه‌های سنتی داره رونق میگیره چون مردم برای خرید به مغازه‌ها میرن. بازارهای مالی نوسان پیدا میکنن و همه احساس میکنن بدون اینترنت دنیا واقعاً از راه افتاده. خیابونا شلوغ‌تر میشه چون مردم برای سرگرمی و کار به همدیگه نزدیکتر میشن. اما یه سری از مردم هنوزم با گوشی و کامپیوترهای خاموششون ور میره. انگار نمیخوان باور کنن اینترنت قطع شده.
حالا همه متوجه میشن که این یه خرابی جدیه، نه فقط یه مشکل موقتی. مردم مدام این سوال تو ذهنشون مرور میشه: این یه قطعی بزرگه یا یه اتفاق طبیعی؟ این وضعیت باعث ایجاد حس عجیب همبستگی میشه، چون همه باید برای یه روز از دنیای دیجیتال جدا باشن. بدون اینترنت خیلی از آدم‌ها به یاد روزای قدیم میافتن، روزایی که با همدیگه صحبت میکردن و خیلی کمتر به گوشی‌های هوشمند وابسته بودن. دوستا و خانواده‌ها دوباره کنار هم جمع میشن. ممکنه حتی همون کسایی که سالها ندیده بودین دوباره ملاقات کنین. اما بعضی افراد واقعاً از این وضعیت لذت میبرن، چون بالاخره فرصت پیدا میکنن با آدمای واقعی حرف بزنن و از دنیای مجازی فاصله بگیرن. وقتی اینترنت قطع میشه ممکنه یادت بیاد که همیشه دلت میخواست آشپزی کنی، نقاشی بکشی یا چیزای جدید دیگه یاد بگیری. آدما وقت پیدا میکنن تا یه عالمه مهارت‌های سنتی رو یاد بگیرن و تجربه‌های جدیدی داشته باشن. وقتی اینترنت قطع میشه دنیا ممکنه کمی ساکت به نظر برسه، اما در عین حال یه فرصت طلایی برای بازگشت به دنیای واقعی، جایی که ارتباطات حضوری، بازی‌های سنتی، هنر و فعالیت‌های بیرونی دوباره میتونه زندگی رو رنگارنگ کنه. استرس و نگرانی موج میزنه. یعنی چی شده؟ اینترنت کجا رفت؟ یهو سر و صدای دنیا دوباره روشن میشه و اینترنت دوباره برمیگرده. مردم دیوونه‌وار گوشی‌هاشون رو چک میکنن. اولین جمله‌ای که سرچ میشه: چرا اینترنت قطع شده بود؟ شبکه‌های اجتماعی پر میشه از پست‌های وای چه روز سختی بود. دیگه قدر اینترنت رو میدونم. ولی از فردا همه برمیگردن سر عادتهای قبلی و دوباره چسبیدن به گوشیاشون. ارتباطات، بانک‌ها، خرید، اطلاعات، سرگرمی، حتی شغل خیلیا به اینترنت وابسته است. فقط یه روز قطع شدنش نشون میده چقدر زندگیمون به این دنیای دیجیتالی وصل شده. ولی خب یه روی مثبت هم داره. شاید یکم بیشتر با آدمای واقعی وقت بگذرونیم. حالا بگو تو چی فکر میکنی؟ اگه یه روز اینترنت قطع بشه چیکار میکنی؟ کامنت کن ببینم چند نفر زنده میمونن و چند نفر دیوونه میشن.